و خودبینی و خودمنشی میکرد بزرگ شود. علی کل حال زمانی که موسی علیه السلام به سن رشد میرسه، یکی از روزها دو طرفه که با هم منازعه و کشمکش دارن، میخوان بین این دو طرف صلح برقرار کنه و همدیگر جدا بسازه. اون یکی که خیلی طاغی است، موسی علیه السلام با بوکس یا با چپاتی به او میزنه و سرش به صخره یا سنگ میخوره و او وفات میکنه. اینجاست که موسی علیه السلام به سبب این که مبادا فرعون و آل فرعون او را به سبب این قتل خطایی که مرتکب شده است مجازات کنن، سرزمین مصر ترک میکنن به قصد مدین و به مدین مدت در واقع سکنا میشه. وقتی که میخواد بعد از مدت طولانی که ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است به مصر باز بگرده، الله متعال در کوه طور او را بر رسالت و نبوت نائل میسازه. از آنجایی که الله متعال مهربانی میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهب الی فرعون انه طغى.